این معبر بی همه چیز رو بزنید که دیگه کسی جرأت نکنه درباره مرگ نزدیکان ملک جان ما حرف مفت بزنه. چی شده جناب سلطان؟ این مردک قرار بود خواب ملک جان ما را تعبیر کنه، اما بجاش حرفهای مفت تحویل ما میدهد. ببرش و سر از تنش جدا کن. مگه سرکار ملکه چه خوابی دیدن؟ دیشب خواب دیدم همه دندونام افتادن. بعد این مردک به اسم تعبیر خواب آمد و حرف مفت داده که همه نزدیکان ملکه خواهد برد. ما را بگو که میخواستیم خواب خودمان را هم بگوییم تا برای ما تعبیر کنند. جناب سلطان این معبر بدبخت رو ببخشید. خواب ملکه خواب خیلی خوبی بوده. تعبیرش اینه که عمر ملکه از همه نزدیکانشون بیشتر خواهد بود. پسر ابو بهلول، من هم خواب دیدم سیل تمام شهر را گرفته و من در حال استراحتم. وقتی هم که بیدار میشوم یک نگاهی به سیل میاندازم و میروم بقیه استراحتم را میکنم. تعبیر این خواب چیست؟ آهای دیوانه، پس تعبیر خواب ما چه شد؟ سلطان من تعبیر خواب بلدم. واقعیت تعبیر نمیخواد. زودتر برم که مردم اگه بیدار بودن تو موقع سیل خوابت نمیبرد. پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند امر به معروف کنید و از کارهای زشت نهی کنید وگرنه عذاب خدا همه شما را فرا خواهد گرفت.